خب با این غروب قشنگ شروع بکنیم. یه منظره قشنگ دیگه میخوام بهتون نشون بدم. ببینید این گیاه تاتوره هستش. تاتوره گیاهیه که سمیه و خطرناکه، اصلا سمت مصرفش نرید توی، ولی صنایع پزشکی استفاده داره. نکته که میخوام بگم اینه که این گیاه گل شبا باز میشه، یعنی دم غروب باز میشه و به شدت زنبورا عاشق این گیاهن. و الان من اومدم یه صحنه جالبی بهتون نشون بدم. این گلا دارن باز میشن و زنبورا دارن تلاش میکنن برن داخل، هنوز کامل باز نشده. ببینید این داره تلاش میکنه باز بشه، اینجا هنوز باز نشده، زنبورا میخوان برن داخلش. نگاه کنید چقدر قشنگه. ببینید تمام دور تا دور زنبور منتظرن این گلا باز شه. بله رفتن تو. دیوانه‌وار این گلو دوست دارن زنبورا. حالا من نزدیکتر نمیرم که یه وقت نزننم و لذت ببرن از این صحنه خود زنبورا.